پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند لا یحل سلف و بیع. قرض دادن به شرط خرید و فروش کردن حلال نیست، درست نیست. یعنی یک نفر از شما قرض خواهش میکند، شما میگوید من برایت قرض میدهم به شرطی که تو از من فلان چیزم رو بخری، خانه ام رو، ماشینم رو یا یگان چیزم رو بخری. یگان در وقت قرض دادن شرط میمونه که فلان چیزم رو اگر خریدی سپس من چیکار میکنم؟ به همین شرط به تو قرض میدم. این حدیث خیلی برای ما و شما یک قاعده بزرگ در تجارت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم سخت تاکید کردند که هرگز انسانی که به یک برادر مسلمانش قرض میدهد از آن به هر راه و وسیله به هر طریق باشد فایده گرفتنش، حتی شرط گذاشتن به خریدن یگان چیز درست نیست. بنابراین اهل علم یک قاعده بزرگ بناهن بر همین حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم یک قاعده بزرگ گذاشتند که میگویند کل قرض جر نفعا فهو ربا. هر قرضی که فایده رو به میان میبیارد، هر قرضی که صاحبش از آن یگان خیل با یگان راه و وسیله بهره میبرند فهو ربا، پس آن چی است؟ ربا است. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم قرض دادن رو وقتی قرض میدهد و شرط میگذارد که باید تو فلان چیزم رو اگر خری سپس من قرض میدهم، این هم از جمله ربا است و حلال نیست.